میگفت اگه زنده برگشتم اولین کاری که میکنم یه پرچم ایران میزنم روی قلب آسمون و برگشت. جالبه بدونین هیچ کس ضامنش نمیشد، چون میگفتن زنده بر نمیگرده و زنده نمیمونه. گفتن زن ایرانی و این کارا، ولی همون زن ایرانی بالاخره تونست اورست رو فتح کنه، با اینکه 1 میلیارد وام میخواست و کسی ضامنش نمیشد، چون میگفتن بر نمیگرده. ایشون اولین زن ایرانی هستن که هر 14 قله بالای 8000 متر دنیا رو فتح کردن و وارد باشگاه 8000 متری ها شدن. این افتخار رو قبلا فقط 6 زن دیگه در دنیا کسب کرده بودن. حالا این خانم کیه؟ ایشون پزشک پر افتخار بجنوردی، بانو افسانه حسامی فرد هستن که با دانش پزشکی و شناخت آناتومی بدنشون و البته صبر و حوصله زیاد توی 50 سالگی چنین افتخاری رو کسب کردن و پرچم ایران رو بالا بردن. من به عنوان یه ایرانی از ته دل بهشون افتخار کردم. واقعا شاهکار بود. یه پیام واسه ایشون بنویسین که خستگیشون در بره.